به هند خوش آمدید. شما می توانید نزد آمال یک برنامه شهروندی را دنبال کنید. این برنامه شما را برای زندگی در بلژیک راهنمایی می کند. شما زبان هلندی را تمرین می کنید و یاد می گیرید. شما با اشخاص جدیدی آشنا می شوید. دنبال کردن این برنامه برای شما اجباری می باشد. ما همراه با هم بررسی می کنیم که شما چه بخش‌هایی را باید پشت سر بگذارید. برنامه شهروندی از 4 بخش تشکیل شده است. شما یک دوره آشنایی با کشور بلژیک را دنبال می‌کنید که مناسب شما باشد. شما درباره این موضوعات اطلاعات کسب می‌کنید. اسکان، خدمات درمانی، آموزش، وسایل نقلیه عمومی و غیره. معمولاً به شما در مورد این موضوعات همراه با یک گروه و به زبانی که به آن تسلط دارید اطلاعات داده می‌شود. شما همچنین از یکدیگر یاد می‌گیرید. در انتها شما در مورد موضوعاتی که طی دوره یاد گرفته‌اید امتحان می‌دهید. آیا تا به حال در مورد زندگی در فلاندرن و بلژیک اطلاعات زیادی کسب کرده اید؟ درباره آنها با کارمند آمال صحبت کنید. کلاس زبان هلندی را دنبال کنید. آمال به شما کمک می‌کند تا مدرسه‌ای پیدا کنید. شما زبان هلندی را تا سطح A2 یاد می‌گیرید. در انتهای دوره شما امتحان می‌دهید. اگر در امتحان قبول شوید در این صورت یک گواهینامه دریافت می‌کنید. وقتی که برنامه شهروندی را به اتمام برسانید، باید تا سطح B1 شفاهی به یادگیری زبان ادامه بدهید. یکی از کارمندان ما با شما در این مورد گفتگو می‌کنند. آیا هنوز شاغل نیستید؟ طی 2 ماه خود را در ویدابه ثبت نام کنید. آنها به شما برای تهیه رزومه، گذراندن یک دوره آموزشی و جستجوی کار کمک می‌کنند. شما افراد دیگری را ملاقات می‌کنید و در خارج از کلاس زبان هلندی را تمرین می‌کنید. به این برنامه مشارکت اجتماعی گفته می‌شود. شما آنچه که می‌خواهید انجام دهید را همراه با مسئول پروندهتان انتخاب می‌کنید. مثلا ورزش کردن همراه با هم پیاده روی کردن، کمک کردن در مدرسه. مدت برنامه مشارکت اجتماعی 40 ساعت می‌باشد. آیا شاغل هستید یا تحصیل می‌کنید؟ به همکار ما در این مورد اطلاع بدهید. شما همه دروس را دنبال کردید. شما در هر 4 بخش دوره قبول شده اید. شما یک گواهینامه برنامه شهروندی را دریافت کنید. این گواهینامه گاهی می‌تواند به شما کمک کند تا در آینده ملیت بلژیکی به دست آورید. شما می‌توانید دروس زبان هلندی را با استفاده از این گواهینامه تا سطح B1 به صورت رایگان بگذرانید. به شما یک مسئول پرونده شخصی اختصاص داده می‌شود. شما می‌توانید در مورد برنامه شهروندی و وضعیت خودتان سوالاتی بپرسید. مسئول پرونده شما به زبانی که میفهمید به شما کمک خواهد کرد. آیا نمیتوانید در کلاس را شرکت کنید؟ برای مثال چون بیمار هستید، چون کار میکنید یا چون کسی را ندارید که از کودکانتان مراقبت کند؟ در این صورت باید با مسئول پروندهتان تماس بگیرید. شما باید برنامه شهروندیتان را به صورت کامل بگذارید. اگر این کار را انجام ندهید، در این صورت جریمه خواهید شد. شما باید برای برنامه شهروندی پرداخت کنید. هزینه دوره آشنایی با کشور بلژیک 180 یورو است که شامل یک امتحان نیز میباشد. هزینه کلاس زبان هلندی 180 یورو است که شامل یک امتحان نیز میباشد. شما باید همچنین برای کتاب‌ها یا وسایل مورد نیاز پرداخت کنید. اگر شما در امتحان قبول نشوید و دوباره امتحان بدهید، در این صورت باید مجددا هزینه امتحان را پرداخت کنید. ثبت نام و دریافت کمک نزد ویدابه، برنامه مشارکت اجتماعی و بهره بردن از مسئول پرونده شخصی رایگان میباشد. گاهی اوقات باید مبلغی کمتری پرداخت یا اصلا پرداخت نکنید. این ویدیو حاوی اطلاعات زیادی است. هنوز چه سوالاتی دارید؟ آنها را از کارمند آمال بپرسید.